سلام دوستان، وقتتون بخیر. با یک اصطلاح جدید در خدمت هستم. بریم که اصطلاح رو بخونیم. چطور میشه؟ چطور میشه؟ Nasıl olacak? Nasıl olacak? چطور میشه؟ مثال رو نگاه کن. Nasıl olacak? O sonunda gelecek mi؟ میگه nasıl olacak؟ چطور میشه؟ اون آخرش میاد. nasıl به معنی چطور، olmak به معنی شدن، olacak پسوند زمان آینده هست. او میگه اون، sonunda میگه son به معنی آخر، دا پسوند درس میگه اون در آخرش، gelmek به معنی آمدن، acak به معنی پسوند معنی خاصی نداره، پسوند آینده هست، میگه در آینده میاد. می پسوند سوالی هستش. میگه nasıl olacak o sonunda gelecek mi؟ چطور میشه اون آخرش میاد. خب اینم از اصطلاح امروزمون. امیدوارم خوشتون اومده باشه. لایک و سابسکرایب یادتون نره. ممنون که هستین.